سلام علیک برودار، فقط یک زنینت و هر چای گواد نور از طریق حکمه پخش مستقیم بر ماش خطین در تموز سسیت وز خو سمیمانه ترین درودت سلامت پیام تما یک وکر فریپم و خویه کنم ده اکمام یه روز مبارک ترین اند، یه روز ده یه ماشر سر بهترین روز ده ماش تاریخ اند و وز ممند خویه کنم ده یک و یک تمقته یک وقت هر چای نور از طریق حکمه پخش مستقیم تماشا کنیند و شاید بعدن تا هر چای مس یک می افیر تماشا تکشت یک ویفر مسکد مو درودت مو سلامت مو پیام و قلوق بسیار لومده یک دیو برودار داده نور یک می صوبت امکان پذیر ماشرت چود یعنی قلوق بسیار گروی تصور کویه نرد ماش ورو فراموز اردد یک و یک گواد ادمینین اندمنسه فکردت قلوق بسیار لم و از خوی کنم سر اول سر چی دو خسخان کزویده تبریک تمکنم یعنی تبریک با مناسبت یکم روز مبارک ده یا معاشرت بهترین روز فراموش نو شونده و من مسخن فوق وقت بنامک به خداوند پاک ده یا آفریدگار جهانیان تا یکو خداوند ده یا ماشت تمام خلق تا چوش و از رحمتت برکت یکویم ماش نور یکمم عالم هسته اندیر زندایت سلامتت عافیت تا برادر یک بوره که ماش اینترنت دوسه کث سلا بسو دایم چیز صدومز بیست سویازمز بیست اکی عبدو محمد نوشت خنم لبخ خورسندم در چای ماش تسوینیتت هر چای ماش تسخینید و ماشم مثل لب خوشک تردیده هرچه نوری کری تما تسوینم و قلوق بسیار تمر تسیستید ماش قطعت ماشم تما قطعه است سخن به نام خدایی که خالق است و حزین سخن به نام خدایی که مالک است و حکیم سخن به نام کلامی شریف و آغازش بود به اسم خدایی که مهربان و رحیم سخن به نام شکوه و شهامتی آدم به نام نوح نجیب و به نام ابراهیم سخن به نام پیامبر عیسی روح الله، به نام موسی عمران
با وقار و کلیم، سخن به نام محمد رسول پاک خدا که اوست خاتم کل پیامبران عظیم. سخن به نام علی جانشین پیغمبر که هست رهبر و مولای ما در هفت اقلیم. سخن به اسم مبارک امام حاضر و دور، به نام پاک معظم به نام شاه کریم. از بار دیگر یک و یک خو برادرت خو یک زنینت خو تمام جماعتت یکم روز پیروزترین، یکم روز فرخنده فراموش ناشونده معاشرچه، یعنی روز نور صمیمانه وستما تبریک شاد باش کنم، چون یک و یک که معاشر معلوم ده 25 سال تر پراد بود ماش بدخشان از قدوم مبارک گو مولای آزرت محبوب روشنت منور شد و خداوندگار صاحب حضرت زمان ماش مولای مهربان معاشر ده توفیقت برکت داخو، معاشر ده خودیدار با سعادت مبارک نصیب شد و نوری همی که روز ده 25 سال که از دم سپاره چسود و یم نور روز نه اینکه معاشر فقطی که روز نور بلکه یم برابر توهم سیدش با اقدام حد سعید فطر حد مبارک ماه رمضان ده یک نور در تمام عرصه عالم مسلمانه مثل دزدم جشن گرفته چکنین و ماشم خوشبخترین انسانین روی زمین ده ماشر ده اکد امام محبوب خو پیچ ترما شوش خو دیدار با سعادت ماشر نصیب چو خو و ماشم از برکتت از قوت دیمم عالم هستند آفرید سیستد زندایت سلامت سیست. یه بهترین نعمت و یک پدم روز مبارک دیدار پرسعادت مولای هم فریبت دمند چیز رید ماشر نصیب ست دم غلا فلسفه است، دم غلا خیرت برکت تاریخی است. ماش کردم روز یک بار نظر چکنم خطر گذاشته چه چسام یکید روز پرسعادت با برکت ید از برکت یک ویف ماشر نصیب ستده واد این ساله تشنه دیدار یک ده حضرت والا چود یک واد ماش گذشتگان این چود یک واد ماش دادت یک واد ماش بابینت یک واد ماش اجدادین ده واد این ساله ها در آرزوی دیدار یک حضرت والا انتظار چود و اید که آرزوت ارمان ماش گذشته این واد خو ماش هم یک پده فریبت متاسفانه وادین در عالم ظاهره یک میخوا زندگی جسمانه اند یک میخوا عالم چیزندین واد به دیدار مولا نفریبت اما در آخرت ماشم فکندت امید ده خداوندگار در از دیدار پربرکت خواه ویف با نصیب شد و ویفن چیز جات از قدومت برکت ویفت ماشر نصیب شد دنده سبب کد وده ده ویفن دو چیز لبخه مهم این ود ویفن ویف دو چیز اساسی کد وده ده ویفن ویف اعتقاد لبخه ویف ایمان لبخه بقوت ود ات ویفنگه محبت تر ایمان سود و یک دو چیز این ود خو یک از برکت دیم ماش مثل ماش بدخشانی که به من روز مبارک سعید فریبت و اوستا بیشته یک ده هر چیز خوشتا مرلوفده و چکنم در پرده شهر تا دمر دلم و یک من روز پرسعادت قطع یه سخنم روی کاغذ ووج خوی کنم یکون انتمرد بسام تما فریبتو ای مخوشبخت خلق خوشتاله روز نور استمر مبارک لم یم بزرگ روز ماش خوشاله روز نور استمر مبارک لم نور دل نور عقل نور خرد
نور ده از اولیو تا به ابد. نور پروردگار نور صمد، روز نور استمرد مبارک لم. نور ایمان ماش نور یقین، روشن از و آسمان خود زمین. یو صفا بخش روی عالم دین، روز نور استمرد مبارک لم. نور ماش زندگیت نور حیات، نور ماش جان قوت نور نجات. روشن از و نور پول صراط، روز نور استمرد مبارک لم. نور یت ماش مکن روشن چود، ماش بدخشان فکت گلشن چود. خلق یک دل بجان یک تن چود، روز نور استمرد مبارک لم. روز دیدار حضرت مولا، صد نصیب حزم قدرت مولا. روز نور 100,000 بار شکرت مولا، روز نور استمرد مبارک لم. همره برداره از و فرمانم، امر برداره از و فرمانم. ویت خوش تر خودینت ایمانم، فک تبریک از دل جانم، روز نور استمرد مبارک لم. البته وزم اقدام سخن قطع خواهیف چوده ده یک دخو تبریکوته تمر فریبتو، چون ممس نور مقصدی که از من صحبت مستقیم پخش مستقیم یکایک تمقتی کد وده ده. اگر ذره مسواردیم یک میف لازیننده ده مادین از سوسترین مادین مشکلترین روزین ده برسر انسانیت برسر بندهین انسایت یک میفان تمرد ارچ سگا پونت واردیم تمرد خوشحاله یک ویف روزین ده وادین ماش تاریخن با خط زرین ثبت است. و وز خواهی کنم ده یکمم روز پر سعادت پر برکتند، چون نر فقط فهم ده ماشم حقیقتا لبخک مشکل ترین دوره آینده ماش، اما در نسبت یک ده کل انسانیت در روی عالم خودسه انجام ماشن و خوشبختترین خلق ده جهت ده ماشن رابری است، ماشن رانمای است، ماشن دیکو حضرت اولا ماش کالتسای است. وید از برکت و ماشر نصیب سود جده ماش هر جوینگه مستویم، هر قینت مشکلیم مستویم، از رحمتت از برکت ویم ماش آسودا. و یک از سخن خواهی کنم تمرد با زبان توجیکه، چون نرماش در گرد اطراف یک ممروز نور صحبت کنامت، در گرد یک مماش در گرد میور یک مماش چرخ صد آدم یه سخن منگدز گیست و من دوز نوشت لودم تا رشته پیمان وفا با تو ببستیم، و از خویش ریدیم و ز بیگانه برستیم. هر یک به این نوحان دل و میر ببندد، ما جز تو دیگر هیچ به گیتی نپرستیم. شکرانه بگوییم شب و روز بر درت ای دوست، که از دیدن دیدار تو ما سرخوش و مستیم. چون از می وصلی تو یکی جرعه چشیدیم، از خویش نداریم خبر و مست الستیم. یا رب کرم جانب ما یک نظری کن، کاندر طلبت با دل پر از علم استیم. حقیقتا یکم رشته پیمانم ماش خمولو قطع یک از وام روزند اصلا ووستده ماشن پای قدوم مبارک و والا حضرت ماش بدخشان زمین فریب خو ماشم خو بیحت تجدید سچود. و البته بیاد یک ویف اکثریت ماش یارد ورادار یستده یکوام روز مبارک سعید ماشر نصیبه که دیدار والا حضرت سسد ماشم از نو به دنیا آید، از نو ماش دجات به دنیا آید ده
چون که ماشم در پرده عالم نور، در عالم نور هم ماش تولید سد. وای کزیدن ماش خوشبخته اساسی کزیدن سرسد. دجات ده یوی از خدوم خواه اکمه ملک روشن شد و بزرگواران هر جایم و پای قدم سفراب یکو زمین یکو خاک یو زرگرد و به گفته بزرگوارین ده به گفته حافظ بزرگوار طلب ده در زمینه که نشانی کف پای تو رسد سالها سجده صاحب نظران خواهد بود و ماشر مس انشاءالله ایمای کماش زمین سا یم مم خاک مقدس یم سر به برکترین جای در عالم است، یم سر به برکترین جای جهانته می به برکتی که ده پای قدم مبارک مولا رو فریب شد. یم از برکت قدوم گوه مولای کم ماش زمین کم ماش خاک بدخشان فقط جای ماستون یم مقدس ماش باید به هر یک سنگ جیرمه به هر یک طلبین گیاوت بطایمه به هر یک قطره خاک می بود ما شکرگزار ویم و اگر ماش به تاریخ خو گذشته نظر چکنم یک داد ماش دادت بابت اجداد این پدویت سید داد اینک می ملک همچون پناهگاه خورد انتخاب چو خواهد دین و تصور کنید نرامک پمیف کویه ماشتسا نرامک میف تصور کو درون اندیرا ماشتسا یم در حصل چه انجاوام یمی که خونه خداوند یمی که خونه خداوند یم ما شرط به امانت از ماش اجدادین سریج دجات ده وادین پدوتسایت وادین فوق چیزت لاک چود فوق چیزت این ترک چود یک رنگ آباده ود یک رنگ دشته ود یک رنگ اقلیم مساعد ود یک رنگ زندگی ود و این فقط ترک چو یتیم په بدخشان زمین یتیمک په میف کوین دجات وادین به خاطر محبت مولا از فوق چیزت نوجیده تا یدک می خورچوی می جای انتخاب اتما شرد کم جای نور سر مقدس ماشی که می مقدساتر شکرت کنم و اگر ماش خودل اگر ماش خو باطن اگر ماش خو وجودن یک ده تخم محبت مولا یک ده تخم حصل اصیل ار وجود خماش کشتا چکنم دبارات ماش انشاءالله از برکت یکی مولا زیزم یکم وجود ماش چه می باید ماش یک دزگه پاکت منزایت دزگه مصفف و من نگاه دیرام ده دجاتی که ماش وجودند یک ماش رویند یکید مولا دند محبت باید و در وجود ماش و فوق وقت باید ماش یک در رای رضای یک ده خداوندگار ویم و یک سخن خواهی کنم یکیدن تمرد وابسته یک بده با سام تما فریپم تا شدم در بند تو آزاده ای دل یافتم رای خود بر جانبت پیمودم منزل یافتم دانه ای میری تو را چون در دلی خود کاشتم از جواری رحمتت پیوسته حاصل یافتم ای که دانه میر خداوند اگر در وجود خماش کاشته چکنم ماشته که از جوار رحمت پروردگار از باران رحمت و یک دیف تخمه ورده هم سرسبز شیدو اتک تخمین در وجود ماش ده سرسبز ست انشاءالله تعالی دات ماش زندگی یر خیرت برکتت فیض داکین و ماشتا انشاءالله یه چیزت قینه یر دوچورگم اس نساوم تا سواری کشتی نوحت شدم در بار رو خیش را شاد و سلامت من به سایل یافتم ناقص و خامه بودم در کشتزاری زندگی
تا رسیدم بر تو پختم روی کامل یافتم. حقیقتا دا اکید ماش سوار کشتی در بار رو اگر ماش سساوام اکید کشتی دید کشتی نو ماش دم سلوام و در حصل حقیقت نروزم ماشان اکید کشتی دیکید حضرت ماش مولای ده ماش باید دومنگیره یک ده حضرت بزرگوار ویام و چون یک پده ماش ده خو پایوست شود ماش تا خراعت روش در زندگی ماش تا وار ویام از تمام مشکلاتین بوک نیست اگر یم جهون بر سر ماش فرو ریخته سسود ماش تا کزی دم از وار ویام صحتت سلامت با سویل نجاتت با سویل مرادت مقصود خو فریبتو و جمله علمی حق همه اندر وجودت بیشک است آنچه در قرآن و تورات و در انجیل یافتم حال عرفان هر که می دیدم در این غربت سرا جمله را مفتون و مستو بر تو مایل یافتم یک ممالم استیم مس هر چیز ماز جویات سک نام یک هر چیز در قرآن ماش سک کرم هر چیز در تولاتت در انجیل هر چیز در هر چه دیم کتابین آسمانه ماش سک کرم نور یکو علم خداونده سا یکوی دوی بر روی پیامبرین توسط وای ماشر بافت و ماش توسط و ادایت سچو بسوی گوه و یکم اس ماشر نصیب سد دجات یو تمام یکو علم یو در وجود ماش حضرت والا در وجود ماش مولایا و ماشم اکواد بندهین ده ماشم از کمترین بندهین حضرت مولا یک ده درگاه اندام ماشتا و نروزن لبخش مویم یک از مشکلات روزگار نشتیده ورد ایمان در کور ایمان اید یگانه جوهر در وجود انسان سا یک ده هم اگر ماش ده کامل شد یک ده خو ایمان هم اگر ده وار دود ماش سایقل دیدو ماش تا از فک بلا نجات دید دجات در تاریخ انسانیت نظر چک نام خداوند فک وقتی که می بنده مورد امتحان قرار دید و اکو هر بنده اید دوی مورد امتحان خداوند قرار داد جاک سد وند فنا مشکلین تایدین بر سر وی اتکوی مشکلین پس سر چی ورد ایدوین باید و دست یک درشته ایمان ارچه مستاکم انجوجک وید اتکید ایمان ید باور اعتقاد یک ده هم ده خودلند ماش روشن چود یک ده چراغ یک دم چراغ هم در دل خود فروزنده چود ماش تا توسط یک دم چراغ یک دم نور قطع ماش وارده هم یک مخور راه و روش زندگی اندیر خپن سار چی دو و غلطترین آفت در دور انسانیت دور حضرت نو بر سر انسانیت یعنی تمام جهان زیر آب رید اما اید معنی که نبود انسانیت از بین توید دجات یمن یکو حال ایمان یکو هر چاین حال نجات آل ایمان سواد آل نجات این واد سد وادین سواری که هم کشتی سد وادین که خو محبت خطه یکو هم کشتی سوار سد یک وادین رید زندایت آفیت و اگر توارم در تاریخ خو پیغمبری ماش نظرت سکنم از فوق بلای نجاتی که دایمون ایفدون داد پیغمبر ابراهیم اند اگرچه در درون آتش مسوت سپتید خداوند و ایمان کامل جاتی که از دیات و نجات داد حضرت ایوب تمام اندام و فقط کرمت چیزن داد
همای کزده دردت کزده بلای ساله های سال دیگه دنده یا چود دیگه زلالتن دیگه مرض رو گرفتار چود اما خو ایمان خو اعتقاد یا یه ذره همیز کوستا نشود از دست نداد. خداوند موجب نجات وسط برای و ایمان و هر یک پیامبرین انصواره ویف تاریخند و دین نمونه یک و معاشر داده یعنی یک ایمان دارید بهترین نعمت یک تماش نجات دید و یکم مشکلات روزگار که ما حسر 21 مسنور بر سر انسانیت سیاد یک ماش آل ایمان اردم یکم روز با خیرترین و با برکتترین سلوین چیز ده وسیله ده یک مقت وارده اماش خو یک از ده بلا نجات ده دو و وزن بعد یه سخن نوشت یمن اساس یکم چیزند یک مسئله ایمانه لوفجاک سوت خوی که نمیگدم سخنگت امرد لوفدو چون از به قلم شعرم دنوز بود ای بدل گربا شدد ایمان تو را با امامی دور خود پیمان تو را گوش شو از بار او سر تا به پا چون دهد از رحمتش فرمان تو را گر عمل بر طبق فرمانش کنی آتشی نمرود شود ریحان تو را گر شوی بر کشتی نوحش سوار می رهد از هیبتی طوفان تو را گر به اخلاص می نهی سویش قدم می دهد از فضل خود چندان تو را او که در همرش تو را باید بودن این دلالت آمد از قرآن تو را روز و شب بگذار اندر خلوتش خوش پذیرد در حرم مهمان تو را خلق نیکو را برایش پیشه کن تا شود روزی جزا آسان تو را یا امامی مهربان و چاره ساز دوست دارم از دل و از جان تو را رحم فرما بر محیبانت همه خصلتی بخشنده رحمان تو را روی خود را یک دمی بر ما نما چون به دیدارت شدیم پزمان تو را اقرضا جان در رهش قربان نما تا رسد این هجر و غم پایان تو را ماش خوشبخته ورودارت یک زنین روحانه فهمی تسوس کردند ماش سر خوشبخته کویده ماشم در اویله اسماعیلیا به دنیا سیادش دیجات ده اگر تصور خورکه نامده یکی دی نعمت خداوند وجد ماشم در اویله یک ده اسماعیلیه به دنیا سیادش وشش خور تصور که نامده اگر کم ماش رو در جسم هر چه چگاید در منطقه هر جوڅه ده یمن غیر اسماعیلی و غیر مسلمان سواج ما شامی که اویلایم به دنیا چیت شد آیا ما شامی که می خوشبختیت نعمت یک می ماش نور در کچوجتا نای آیا ما شام نور از گروه دیگر مذهبت از گروه دیگر دینت آینم چویچت آیا ماشان واردوده تو یک ویمو ماشان سوال هم ترک چوش خو یک میمون هم قبول شوش یک میمون هم قبول شوش با فکرم نای دیجات نور در میون 2 میلیارد انسانیت ماش هم خوشبخت لپت خوشبخت هم ماش ایده ماش سر خوشبخترین و ایده خوشبخت ماشرچه ید ماشر بهترین نعمت ایده یک نعمت بود ماش حفظ کنم یک نعمت بود ماش
از اولاد به اولاد، از نسل به نسل بود انتقال دادم و گدیف خو فرزنده نردد بعد از خودت سیدین ادیگ دی فر باید ادیگ دی تعلیمات ادیگ دی سعادت ادیگ دی بزرگیت باید فریپم. دلا اوصل فقط ایمون حق که وفا بر حادتا پیمون حق که تو ار دورند فهم فک وقت یقین ده اطاعت باید از فرمون حق که اگر قربانی چیدام است سفر ترد پرا از فک خنافس قربان حق که تو باید یوسف کنعان دستور فک طاقت ده هر زندان حق که می دنیا دزگ نوزم تا به آخر فغن در حسرت اجران حق که اگر لب زور تود نرتون تو بازو تو مز جنبازه ارمیدان حق که خویل من رانما از 100 کتابند یگانا انتخاب قرآن حق که اگر یی و سخن وصف رضای و مز فک وقتتک در شان حق که دجات ماش باید یکی مخو سخن یکی مخو هر یک گاپن خو هر یک فکرن خو هر یک ذکرن باید هر لحظه خواهم ره در فکرت ذکر خو مولا ویم چون یکم عالم هسته هر چیز آفرید سسودش یم هر چیز بطور خواه هر چیز با زبان خواه هر چیز با وجود خواه یک به خو فکرت خو ذکر کشت نو بسته که زویده ماشم همچون انسان ماشم صاحب فکرت ماشم صاحب زبانتا صاحب حقلتا یک ده مال وامده یک ده طاعتت عبادت خداوندگار ماش دون کنم اما خداوندت تمام آفرینش ید در عبادتت اطاعت یک به بزرگوار و یکم آدمین من یه عجایباتی است یم یک از وخو اصلت یک از وخو حقیقت یم ذر تذید یم بنام آدم رست در شکل یم همچون آدم رست اما در عملت رفتارت کردار با ترمت چه یک می وجودن یک به اصل حقیقت آدمگره با تو نوینه یم بظاهر به شکل به صورت یم انسان سرست اما در باطن در وجود خوی که اصل جوهر انسانیت سنوید یک از می خطرناک ده جوهر در روی زمین است و نور روزندیر انسان از خو موقع لب خاک در دادش لب از در دادش خو وزن بعد یه سخن ایجاد چود مخصوص برای آدم یکی آدم در طلوین در ناخونک اما یک آدم حسیل چه یک آدم خداوند و آفرید چوخو رسالتت در وجود وی یک و نورت یک و عظمتت یک و بزرگ داک چخو و در عرصه عالم همچون اشرف المخلوقات بهترین مخلوقات و نام داد خو و یک از ماش نور ماشم چون ریشه پیوند یک و پدر بزرگ حضرت آدم خویانسه آیا ماشم سندک خداوند یک و شکلت یک و شمایلت یک و هدف قط آدم ساخته چو آیا ماشم یکو یست نوران نی و وزم اکدم سخن ایجاد چود البته اکدم من نورد کترمت جهان و سچ سم یکم هر چیز مم زمانات نور تصور هر چیز مم زمانات نور اکد بخیلیت کبرت کینت جنگت جدالت دخمنیت یک دیف تصوینم
وز بعد کتروی آدم چه چسم وز افسوس خامده چیزر یا ارزنده اکوه یا نستده اکوه مقصد تیمی و فرید چود. بعد من سخنش تمارشوی میم دزگه سخن مونده ده آدم و آدم چوادش نور دزگه بر آدم نوادش. آدم و آدم چوادش نور دزگه بر آدم نوادش. آدم از آدم عمل نور خار در عالم نوادش. آدم و آدم چوادش میر وادجتا آدم و آدم چوادجت میر وادجت رام وادش. عالمت آدم گرفتار نور پداردت غم نوادش. آدم و آدم چوادش قابل نچوش آبل شهید. روی مم دنیا نشان از قاتلت ماتم نوادش. آدم و آدم چوادش عالم گلستان ویت فکت. روی دنیا مثل سبزه زار پدوسک نام نوادش. آدم و آدم چوادجت توش فقط ترای راست. نور شچر از پرگنایه خارتا سرخم نوادش. آدم و آدم چوادش فک طاقه نور جناو خلق دنیا تر خمالا بندیت ماکم نوادش. آدم و آدم چوادش ممکن نوادش شاید گدا وش برابر مال دنیا دزگه بیخت کام نوادش. آدم و آدم چوادش وش فک براست نیکت سخی در سخاوت پس یه چندت فرق از آتم نوادش. آدمیزا در فقط در اصل و آدم ودا. آدمیزا در فقط در اصل و آدم ودا. در عمل زیختا خمولا گب خوا آدم صدا. و وز فکر تا که نم یک ده فکر قطعش و فقط واردین هم فکر ودو مقطعی ده دجات آدم حقیقتا از خو موقع. آدم حقیقتا از خو جوهر لپت ذردوج ده دجات ماشم در گرد میور اکی خو عقلت اکی خو ایمانت خو اعتقاد باید ماش چرخ دادم و اکی و اساس بلادت پایگذار ماش هسته چه. اگر کذب ماش در چه دیم پس ماش تا ایده کز قطار اک دیف آدمی ساو آمده در شکل ظاهره هم انسان همه در وجود در حصل خویم ماش یکو مخلوقات دیونر در روی عالم یک ددون نابسامانیینت یک ددون جنگ جدالت یک ددون فقط یک ده مشکلاتت قینه بر سر انسانیت سویرد. یکم مشکلات ده یکم یه ذره دشمن نوعی نماش نر فقط ماش تر ماش مالایه بنده سچوچ به نام کرونا ویروس. حمایت کار دست انسان یه درد خداونده نیست. یه درد خداونده نیست ده یه کار دست انسان. و ات انسان گاه وقت تر خود چیز خوی مغرور سد یو بغیل فک چیزت وزواردیم یو تر خود چیز تر خو لیاقت یو چیست یو تر خو فامشت تر خو دونش چیست تر خو تجربه زندگی یو چیست یک ترم تکنولوژی نروزا چیست خوی لوف دیکن فقط مسوخته چوجن وزم قادر وزم نور توسط شبکه جهان با هم پیوست چوش توسط شبکه اینترنتی هم جهان با هم پیوست چوش وز نور دزگه تکنولوژی دزگه سوخته کورین کنم همه یوی کزده رنست ده یک ده لیاقت یک ده فامش یک ده دونش ورچای داگ چوش ماشه ده کزده ده هم در خوی کزده رنست آمده ماشم چای
اولهان که اگر ماش در پله ترازوی حق لی که میخوا اخلاقت، که میخوا اعمالت، که میخوا کردارت خو فهمشت خو عمل اگر ماش نور سر بیام خو چه سامدت برکشیده ده چه نام ماش کزدین ده بای خلاصه یدام ده ماشام لپث اکزو خو اصلت کزو خو میوار حقیقت در پالس چند دیجات ماش نور مغروره که نام ماش فقط نور خفامم، ماش فقط نور خودنشت نوزم، ماش خفامشت نوزم، ماش خو لیاقت نوزم، هر چیز سگا سوختا که نام خو یکی سوختا چه که نام ماش و برزد خو برزرر خو کلاشنیکوف خوب دانشمن بود سوختا چود افتمات هموام سوختا چود برای نیست چیدو انسان یا کرنگ دانشمندت کرنگ شخصیت بزرگ تاریخ اینشتین بود یا این مثل بمب اتمی سوختا چود برای چیزی سوختا چود برای نیست کردن انسانیت. اما ماش باید به قول یکی ده هر چیز ماش فهمشد دانشت سه ده باید فک و اخوارم خو در چارچوبه یک و اخلاق مذهبت در چارچوبه یکو ماشر اصل از خداوند داکچوشته سوش همچون انسان حقیقی و دو یو در چارچوبه یک و بود استفاده کنم حتی کزوی هم در داد بسایر به شکل انسان رسم اما در باطن در عمل در کار رفتار خویمش از ماش مخلوق ضرر رسونترین تا آیوگه پیدا شد. و یه بهترین نعمت برای ماشید از جانب خداوندگار ماشر عقل داکچوجک سودش عقل باید ید ماش را برود ماش را نمو چون ید به قول سجستانه صلوه پیغمبر داخل انسان ید ماش عقل و اگر ید ماش عقل در وجود ماش به کمال یافته سنوید ماش نوارده آمده هر چیز سگه اسپال قبول چیدو و خداوند تمیز بسوی خو بنده خو پیغمبرین فرستاده چچود ویف هدفت مقصد برای انسان تریه رام که ویدو تریه چارچوبه ویدو ود ماشندین اصل یک از دیدون پیغمبرین خوب پیغمبر چاید یک داد خوب پیغمبر ایمسته داده اینک می انسانیت آماده چود و اگر به قول ناصر دلوف دیگه داد خو جهت خو طرف عالم انسان خو پیغمبر ایمسی که خو طرف عالم شریعت بود و که شریعت این بود خو دی خو طرف این چو پر یعنی در دنیا چشتم من که خو طرف راست است طرف چپی است طرف بالا طرف پایان طرف پیش طرف قفاخ و بعد من نالت طرف افتم گمیسی است که طرف افتم بعدسه یو باطن یو که طرف ایوچه بعد و خوک پیغمبر انسانیت اینچو آماده ایک وی روزر دده برای آخکار صدا و ایک ده نور ایک نور دید نور در جسمت وجودت ماش مولایت ظهور تچوج و ایک با توفیق خداوند یک داد خو طرف این پر چسد خو دوره امامت اوفکار چسد و حوالین امام ماش حضرت علی همچون امام و نور از نسل با برکت مستقیم حضرت مولانا علی ماش امام بزرگوار شوکریم الحسینه و ماش هم دومنگیر یک دخو مولا
و ید ماشرت ماش رانمویت ماش رابرت ماش سرپنو و من غلا امید فک و خیست ده دجات ده ماشن سویب است سویب زنده است و اکت سویبت فک وقت ده دست مبارک بر سر ماشت یک و یک تما فک وقت سویبون و انشالله هر رقماش قینه گتم استیود هر رقماش خطر گتم استیود ماشن نگادور یست ماشن نگابون یست دجات فک وقت در ماش مراجعت مولود سکیخت یو ماش فرزندین رونه لفت و ماشن غلطرین امید که ده ماش فقط خدا در صادق ویم وفادار ویم همرمردار ویم فرمانبردار ویامت هیچ داد تا خزریات ناامید نلاکیخت هیچ داد نسبت خزریات بیرام نیست و هیچ داد تا نلاکیخت ده وزریات مشکلیان رست یا مغزونش رست یا بیمار وید و ماش تمام برکت زندگی ماش تمام امید فک وقت یک پده حضرت والا یک پده امام بزرگوار و دی کم روز یم حقیقتا سلوین نور ماشام دزگه از یک دیگر دردوش هر سولم اکمم ایوم دزگه با دبدبات سنگزمت فکتام سرجم ست در یه خونه یا در یه مافلگوخو فکتام چوربینینت مافلین قطیق مم خوشرو روز نگزم همو نرمس شکرتم نرمس نلو آمده ماشک مم ایت قیچی دو نواردم هزار بار شکر ایده نوری کم اینترنت مس یکم شبکه‌ین اجتماعی ماده مس یه وسیله بهترینه ده ماش توسط یک میف مس در شکل ورتواله و مس وارده یم یک جو ودو خو تفوق ودو خو و یکدم اید و یکدم روز نور نگزم تو بعد خواهی کنم یگه سخن تمرشیدو ید مس انجای کت سخن لبخک علاقمند یک میف روزین قطعیده ماشام یک میف روزینند یک دزگه مشکله انسا یک دزگه بلاوت اوفت بر سر انسانیت سایت شکت مشکل ترین تمام عالم نور نوارده با هم رابطه زویره برقرار چی دو دیدت نختی نور اتو سلام علیک نیست نور اتو دست ترست عروسان نامده سده دست ترست عروسان نیماشویز جده ماش اتو نوارده یامده خونزدیکترین انسان خو فرزند خو درگیله از وی پیختو تو کنار انجا تو بوساکه یا خدا دد نان یا هر چیز تگه نزدیک آدم یا خیکت قوم و هر چیز تگه محکله مثل ما شرط خدا ناکرده غم تسوی ماش نوارده آمده در خو ورو خیست در خام سویا خیست دو خود تسلیت ورلوف دو البته ید مثل شاید یه امتحان ید ما شرط ید ویسان و وز باوری اوصل کنم ده بعدی که متا ماش لبده سرجمده سوامت لبده تا تفوقده سوامت لبده تا با هم ماشند رابطایت مناسبتت همدیگر فامیت محبت سود و اما نومید ماش نیست جات ماشند امید است یکم نومیده یم سر خطر غلطرین انسانیت در نومیده یکم آدم ده نومید سد یم انجا تیور یم تمام چیز در وجود من محسوس زندگی می امید قطع ات امید ده بید فوق است بیست فوق چیز است بیست اما ماشند 100,000 بار شکر ده ماشند تماش امید نبیز ده جات ماشند غلطرین امیدی است ماشند ماش امیدی کوی ده یا ماش مولوده و وزگ مام سخن تمرخویم نبو باشامم تدقت دادم وزگ مام سخن قطع چیز خویش کنم تمر لیفدو یم سر توپو سخن کزو ماش امیدت کزو ماش سویبت و یم دز گایده یکتا به اصل ذات خسر بینظیر یموم
یکتا با حسل ذات خود سر بینظیر یمم ماش دستگیر یمم. پادشاه عالمت یکو شاه بیوزیر یمم ماش دستگیر یمم. ماش کل بندین جهانم فکندتک غلا خطات زلک در ذکر فکر در دل جانت ضمیر یمم ماش دستگیر یمم. ماش پادشاه عالم دینند یقین یکو نور مبین یکو. ید آشکار فکرد که شاید که پیر یمم ماش دستگیر یمم. در شان ذات پاک و مولا سخن سلام ون سر بلند مقام. در شان ذات پاک و مولا سخن سلام ون سر بلند مقام. آسمانت سر بلند خیر از و تیر یمم. نور خدای نور خرد نور ذوالجلال ذاتن یا بیمثال. در موسمان ملک مذهب ما تو خیر یمم ماش دستگیر یمم. نامید ما و ما تو امید ماش یمم حق ید ار پیام حق. نامید ما و ما تو امید ماش یمم حق ید ار پیام حق. ار روز ار دقیقه عمر ماش قطیر یمم ماش دستگیر یمم. نرفق غمارتا ده بلایند ست تو چس دنیا گنه تو چس. اتماش براست غلدگ مصداد گیر یمم ماش دستگیر یمم. صد شکر وست به خدای اقرزا کنم هر دم دعا کنم. یک دون دوین جهان تا مخلق دستگیر یمم ماش دستگیر یمم. البته ماشند یک از دیگه بلنده یک از دیگه ولاده یک از دیگه قیمت ده یک از دیگه دردانه نایافت در عالم هسته نیست. دیجات ماشم به واسطه پیروت به واسطایم مریدت به واسطایم امت یک ده صاحب زمان سا. و اسماش فقط یک کور دون در کور یوت کور ماش باید فقط یک دل ویم یک زبان ویم بوهم ویم ورو ویم سرجم ویم. اکید متحد ماش بایننده ود اکید متحد تایده ماش ایرک بده قلا فریبت. دیجات ماشن از ماش یکو ماش حضرت ولا مقامس فک هر یک خو پیغامن هر یک خو ارشادن یک ده از ماش طلب کشته ده. ماش باید ورو ویم ماش باید بوهم ویم ماش باید فک یک جو ویم. اکید ماش یک جوگت ماش تفوقه یه تسر غلطرین قوا ماش ارسوده ده یه توارده ماش از فک مشکلاتین زوستو. و نرم شاید یک ده لازین دیگه سر قینه اندیر وز ازور بار شکرت که نمیده ماش اندیزگه با برکت ترین مردم یکم ماش بدخشون مردم. نه اینکه ماش بدخشون تمام اکید ماش یورد ورود اسماعیلا جهون تتسا نور وز فخر کنم یک دیفته دیجات دادین یک ده اتفاقه یک ده امدگر فامه یک با همین داد سخو دادین فک وقت فک قینه یک دیگر دستگیر سا. و نرماش پیچگت که امید نکنم دیجات ده هر چهات هزار چیزت هزار جسا امید سخیرت ماشم ماش یکم سرک امید است ماش مولا خو بعد ماش مولا ماش امید است ماش یو رات ورودک بعد ماش برادرین خوارین روانه سا. دیجات وادینی که ماش دود زریوتی که ماش فرزند روانی ماش حضرت بزرگور خماشم بعد یک دزگا یخد ورودا ماش بوام خواه دزگا تفوقم ده بوام ماش سا ایده ده برکتی کد. نور یه چایتی که مرنگ مشکلاتن خو تنویس نکشت. نور یه چایت یک من ده خو
به سرپناهیست نکشت. یه چایت نور یک مرن قینه وقتند یو پیشی زندت زور نسود. اگر یو زور مستسو به هر چیز سگا مشکلوتن اما وند امید است ده وین وروی است وین یخی است و تا دستگیرین نوریک داد ماش ورو دارد یغزنین داد فکر دتو خدمت سکنین یدک ده کار افتخاره قطه خسخوات قطه وز در حق دیف شاب تو امید دهو کنم شاب تو امید دهو کنم ده مولا دیفر دک دیف خدمتین ازور بور گردین دیفر با عوض فیضت کرومت دیفر خداوند دیف نسل یارد دیف تا روز قیامت دیف نسل یارد دک ده برکت اتو کشت ایده کزده برکت ات کزده فیضی چقدر ماش کام ما سوام دیجات ید ماشان حصل اساسی مذهب ماش ای بده که ده بوهم ودو سرجم ودو یکجو ودو دوس ودو ورو ودو و خوشبختانه یکید معاشرت ده همچون یه ترادیسیا سودج یه ترادیسیا معاشرت کت سودج ده ماش تایده دادم دوم خو زریوتین ارتا ده فلسفایت ده بزرگیت فامونم و انشالله ده دوم دین خو دات از ماش ده بیده کنین خو و فرزنده این تتسای دین واتا از وگه ده بیده کنین خو و تو یک به درجات ده فریب آمده لکه یکو ماش مولو از ماش هر چیز طلب سچود یکو ماش مولوی مهربون هر چیز همرت فرمو ماشر صدا کشت لکه یو یکویت ماش وی آمد یو یکویت ماش تیام یکم دنیا خوبت یم یه چرخ دورون ده من باید ماش هر قدم من فکر کنم و یگه شعرم با قلم دود و هم خوی کنه و هم مستمری کردند شیدو ای ورو مم چرخ دورون فکر که ما تویا مم تیریه میمون فکر که غل نسوش دیر ای ورو پس بیده سود از پرو خورد آخرت پون فکر که ایده آخرت پون دینه دک داده ماشه ماش بودک دی فکر کنن خو ورو دوره مار نیسام خو همسوه دوره مار نیسام خو کور افتخوره مار نیسام خو وفا دوره مار نیسام ما که هیچ مومن دل و زارت ملال گر تویت از نسل انسان فکر که ما تو پن روشن به نور ذات حق ما دا هیچ وقت دل به شیطان فکر که خود دل بود به شیطان ما دادن دیجات ماشم ماش پند روشن ماشم ماش پند یکی و نور قط روشن ده و نور تا یه چیزت خاموشی دو نوارده یا یکو نور ده یا نور پروردگار عالم تا و یکد آفتاب نور بر آسمان قرار داد یک سا خود تمام عالم گرم کشتد سبزه در سبزی خویرتد ید ماشر روشنه صداکش یه ذره خورترین ده یک ازو نوریت سا و یه نشونه یک و ماشر ده یکید گرمه یکید ماش زندگی ار صفایت گرمه صداکشت ات یو نور خداونده تا پس ماشر چیز داکشت یو تا ماشر فک طرفایی که ماشر فکسیت ماشر داکشت بعد گر تویت پیرو یمومر نور یقین ما و غافل از و فرمون فکر که اگر ماشم حقیقتا پیرو چه ویا ماش باید از فرمون خمولایش و غافل ما ویا گر با ایمانت صراط المستقیم ترتا مولا کشت آسان فکر که اده که دیمان ده ود فکشت آسان ماشر از خورفتارت خوکردار ای وراد آخر اردیر ساوی شیمون فکر که دیجات از خورفتار ماش باید خبردار ویا
یستین رفتارین دوادین رفتارین نامتناسب رفتارین نامناسب انسانیتین اگر ماش اکتر ویف رفتارین اتک ویف پوندین تتساتیم ماش تزبو خیمون ساوام همو پشیمانی ندارد و عاقبت سود دیجات هر چیز سواردیم اما ایگنور بکنم یکو هر چیز سلوچی در سود وقتت فرصت ایگنور نرد وی سلویم از خرفتارت خو کردار ای وراد آخر اردیر ساوی شیمون فکر که باز که نرجام مال دنیا بیدرک عاقبت یوت صفه سن فکر که اقرزا جانیت امانت از خدای از جان تیداوت ایمون فکر که البته انسان یم فورد نفورد در وجود ماش سروی فرشتگی از خو سروی جماده از خود سروی نباتاته از خود سروی حیواناته از خود فقط اگدا روین ماش وجودن یک جام و داد هر چه دم تر خود طرف ماش تاجین اما خداوند یک در میان یک در روی ماش هم روی حیوانات هم روی فرشتگی تا یعنی ماشان عقله از خو ماش بود یک دخوا عقل استفاده تا که نام یکید ماش عقله یه تا هیچ وقت ماش راگم نکشت ماش گویف لازهین خطایی تا که نامت گویف لازهین ماش تر کورین غیر مستطیم نشونه گویده ماش یک از دخو عقل استفاده درست نکنه اگر نه یه تماش ماش دتسن غیگام یه تماش تروی کور نلاکیشت اگر ماش ایچر خویف دخمنه چی دو تسکنم ماش اگر خاقل تا پیختم یو عقل تا لفت نای تو باید دزگماک دیجات تو صاحب حقلت انسان حقیقت سویت تو باید در دوستن جد تو باید در دخمن ماک تو باید در میرت وفاکه تو خصداقت در نشونده و خداوند قدرت توانایی قبول سوامده ماشم یک نور روزندیر مس یک می مشکلاتم مس سرجمت ورادم ماش یک دیگر ماش فوق دستیارم فوق دستگیر هم دیگرم و انشاءالله تعالی یک ماد روزین تا پس سر سین یک ماد مشکلاتین انسا ماد تا ازمیون واتین واتا کو دور یود واتا کو روز یود واتا کو سواتت زمان یود واتا ماشن لبده با هم نیست تندیسود واتا لبده خیارت وراقته نه از طریق یک دزگاه تماسه ماش توسط شبکهین اما نفهم تا و هر جو تگر تسگه نخت تا و نفهم خواتا با هم صوبتین بیده کنم بعد ماش امیده ندک داد ماش زلکین دیف خود زلکین بعد ماش با ویا فریپان باشان تربیت دیف کنم اما کزمه سبق خورزه زم کزمه فروزینن هر چیز کم بودین سای دین اکمام روزن یک ویف خطوین سکنم یک ویف کم بودین سبنام ویف بود ماش زیزم خو ویف بود اسلو کنم دیجات ماشند یک داد ماش اصل اساسه ماش نسل دویم دنده ماش فرزندینین خو فرزندین تر روی درست تربیت چیدو در کور و وزم یک دیف زلکه نرد دیف سودا یک دیف فامشت دیف زفتیم دیفر یه سوزی جو چود بعد گم گم اسخوی کنم تمر فریبتو گرچند تم وقت لپنجا ممکن ارو اودم صوبت مس با یه مقدار معین واردی که مودم قبول چیدو و هر چیز سلوین هر چون کامده و دونگا شیرینده دونگا با مزدر چیز و لب دروت سسود یو تا و مس خو چیز بنست و اگمام سخنگا مس تمر خوی کم کودن لیودو بسام تم فریبتو یم مخصوص دیماش کودکین ارد کودکین وسط ما انجام با مثال باغ عمرنده تمید نودن حال ماش وظیفه گل امید خو باغ پرورشچی خو فریبتو با کمال
نصیحت از مو تمر زندگیان، کار کنید کار حقت کار علال. علم زیتت شکرت، علم کل جا، دانشت معرفتن سیت با کمال. دوستیت فقطیت کار ثواب، در کنید دخمنه فکر از خو خیال. کار خیر دست سخا نظر کنید، نظریت دانشت وقت خمال. دست به تعلیم ویتت به تمیز، لکه ما ویت تما دستور به مثال. نیت قصد یه یارف ماکید، بده ماکید اچتید کار عبال. ماش خوگنونه زون یس یه متل، نتا جنبین خود درخت به یه شمال. از خوغلان و گاب زیت مدام، خیت و ارچیست سوید مال علال. ارمتت غلدین دادتنان، ارمتت زلی و ودانای تو امال. فک براست نار ویتت پر میر، ما کنیت مسی چه زارد از خو ملال. ماش فکت بنده مولای حقم، یو فقط پاک. ماش فکت بنده مولای حقم، تخنه حرف ویامت و جمال. یو فقط پاک خداوند بزرگ، مزمانات حجت نسو زوال. ماشتا در بنده و فرمون ستیم، ماش نوشتند نصیب سوت وصال. نتا در زندگی مسقین ساوام، نفربت ماشت گافت خوش شمال. عملت فک ده چو دیو گاپین تیر، سوتا در زندگی مس بیت محال. برکت سوتا نصیب از مولا، فکتا ماش با امید دست بدهو. اذا ماش فکت دست بدهو که نامده، خداوند ماشر ماش نیتین نیک قبول کشت، ماش دعایم به درگاه رحمت خو قبول کشت. و هر یک ماشت تمرد یک ماش زندگیرد، هر چیز مشکلات بر سر ماش سیود، لکه از رحمت یک وی امام بزرگوار یکید مشکلات لکه از سر ماش دف سود، یکید وبایت یکید غمور نور بر سر ماش خلق سیدش، خداوند لکه دف کشت رفت کشت. و در زندگی لکه فقط موفق ویم، هیچ وقت لکه ماش قینه دو چور ماسم، هیچ وقت لکه یچن در و بدبینه دو چور ماسم. وز یک کمترین بنده خداوند، اما من دیزگه غلا امید فک و خیست ده یکم ما جماعت جایونگیر سود. چیز جات ده جات ده ترماش ماش صویب حقیقت، ماش پیر طریقت، ماش مولا فک وقت مراجعت سکیف یو از ماش همچون به عنوان سفیرین اسلام طلب کشت. و سفیر اسلام ودو دمانه از ماش چیز طلب سود؟ یعنی سفیر ودو، سفیر به ترجمه روسی که همچون پسول سلوان پسول استوند کواد پسولین اینسا، یعنی سفیر. و سفیر اسلام ودو سرنگ در کور، یعنی ماش باید خو عمل، خو رفتار، خو گفتار، خو کردار، خو پندار، خو هر یک پونتی، خو هر یک قدم، خو هر یک گاب قطع باید ماش خو مذهب معرفی کنم، خو مولا معرفی کنم، خو دین معرفی کنم، یعنی اسلام معرفیگر اسلام ویم. اسلام سرنگ معرفی چی دو در کور؟ اسلام معرفی دیزگه چی دو در کور ده اکوی شکل قطع اسلام پیغمبر چود، اکوی شکلیت اکوی قطع هر یک امام خداوند و تعبیر تاویل سکیشت. یو اکوی اسلام باید جهانر معرفه سود. اتوی معرفت چای کشوید معرفت
ماشت تما کنم چه دوم شکل قطع معرفی کنم. یک تام تا معرفی کنم ده اگر ماشم هر یک امرت فرموده خمولو، اگر هر یک ویفاماش سرمشق خو زندگی دستور خو زندگی ویف قرار دیم خو ویف خورد اساس پوند یک ویف خورد سکنم خو یک ویف ده چتیم یک وادیم یک کماشند سر اصل سر اساس و وز یی وقت احترامونا مراجعت کنم تر فقط خو ورودارت یک زنین ده هر چای کرده شبکه‌ین اینترنتی فعال تا. البته اید مو مقصد تنقید نیست، مو مقصد تاکید. دیجا توز تنقیدی چه اثنا کنم اما تاکید کنم ده چون واده مویا ختمو ورود و اوز خویش نکنم ده مویا ختمو ورود کرده شبکه‌ین اینترنتی هر چیز سگه یا هر چای سگه در نسبت ویف گنده گاب سدید و گنده گاب سنوشت و اوز فنا وقتی شاید گوی سامده مثال هر چای سگ ماشن هر چیز سگه پوسته نری نوشت یا هر چای سگ ماشن دارید یه چیز برآمد کشت و یه چیز رید سنوشه نتسپ تاوین بازن در گرد اطراف ویف دزگا صوبتین سین در گرد اطراف ویف دزگا کامنتارین سین ده وز روستت از ویف خیدو یلا شویم خورسان سام ویف یلا ما شویم دزگا ملول سامده لم نخود که یه پومیره یا یه اسماعیل مذهب یا یه مرید مولای دزگا سخن روا و این دزگا سخن کشت و ایکیدم بشاند چلوین بشاند ما سخن درست در چیده و در کارده یعنی مقصد چیزی کزده مقصدی کزده ایکوی ده اگر ماشتا یک دزگا تونت یک دزگا وزن قط سخن سنوشم یک دزگا سخنین قبیت نمویت اقورتت پاس دیدک چکنام ترماشتا تاچ سین خو دیتا نلوه ندید فلونه گرچنده که بیشترم ویف نو مس ارم معلوم نیست وادین چای امو ترماشتا دزگا چه سین لوین تا دادین بدخشونه پومیره دادین اسماعیل مذهب دادین پیروین حضرت مولانا شوکریم الحسینه بعد پروی کزوید ماش باید اکوی سخن نوشم یو ضرورت نیست ده ماش و آموه نوشم خو فقط و شوین شاید ارچنسا قط کین استت قصد است همو خو کینت خو قصد باید ماش یک دزگا ما دویسم ماش تا یک دزگا دویسم ماش تا چه دویسم ماش تا خود ویسم سر یک بعد خو تربیت اویلا نشون دادم وقت خو بعد وقت نشون دادم خو منطقه دماشم از چه منطقه بعد دادم وقت نشون خو مذهب خو بعد نشون دادم سرانجام یکت پیرامید یا تیز خو پتیر سیاد یو که نقطه بالاترینت والاترین سه نشون دادم خو مولود قطه یعنی ماش باید کزده کورین پریز که نامده وز حقیقتا کزده لپث ملول سان وز بازن اکرمی شبکهین اینترنت یک دزگا نسبت همدیگر سخنین قبیت سوینم حتی یلا وین ماشی خطنانی میسرم امو از دایره اودوب در گاپی نرم چسین وز یک ده لپث التموس خل لپث التموس دیجات وز من غلاب و وریاس ماش جموعت ماش مردم لپث با حقلت با تمیزت با خردت با فامت گاب نغیوگیجت و شاید هر چای سگا در حالت یا دزگا وضعیتم ویده نسترهی من نوید خو یا هر چیز امو یک دمز خور سبب ما که نامده ماش نسترهی ویرون ویده و هر چیز سقطی ماش
يكده وقت لازايا ماش ايسوسو تيام سيتخو امودز گاپ نوشم اده يكده ماكام ديتسا كنام ماش تا چدم پیچ خطه با ترخو ورو چسام چدم پیچ خطه تا ماش ترخو مردم چسام خو چدم پیچ خطه تا ماش خو مذهب معرفه آمد خو مولو اده تلودم سفیر اسلام ودو اده مولانا اوزرمم از ماش ده طلب که سفیر اسلام ودو یعنی اسلام گدزگا نور معرفه که نام ده یو اسلام حقیقت سا یکو اسلام ده نور جهان ترویت ساچس خود سلوف ده اما یک ماذین اسلام هرچه سگا گرانتامیوت خطه ویدت نوم خداوند بزبون وی الله اکبر خودم زیند هرچه سگا نور ترور یکیفت هرچه سگا نور هرچی سگا اکستریمیسته منفعتینت هرچی سگا خطه نور اودم کفه کیفت یہ نیست اسلام اسلام یکم تسلیم ودو بر رضایت خدای و رضایت خدای نور هر چیز از طریق فرموده که ماش حضرت والا مقام ماشر سیاد یا که رضایت خداوند ماش باید و در چارچوبه که وه عمل کنم در چارچوبه و که تیام خو بعد تریک پده بزرگیتت یک تریک پده خو اصل حقیقتت یا صاحب ارزنده ماشندت ماش مثل که فرزند ارزنده که خداد ویا یه داد ماش یه ماش پدر روانه یه ماش مولوتا وی دزگا سفیر وی آمده لاکه ماش ده فخر ماش مولو که هر جوه ماش چه وی آم لاکه تر ماش چسین خلوین یده ید اقونه اسلام یده ید خو آمول خو کردور خو رفتوران اسلام دویست همه که شکلت که چهارچوبه قط ماش اگر بازن یک دزگا خو احساساتت خو گپین قبه قط اکرو تا صوبت یک دیگر قد سکنم بعد تماش سرنگ ترک دیگر چسام بعد تا سرنگ به خداوند پیچ ماش چسام اما از یک دیگر ملول صدق بود ویچ وقت ما سوام ملول مند اگر هر چیز شخصیت گیره مستوید هر چقدر اوز بود فک وقت وی پیس دلم اما وی پیس دز گنایده ارو کامنتاره ور نوشم و اقورت کنمت ارم ازور اودم گده شود لوم نیوزم در نوشت اما وز بود سه نوشم مثل اگر من هر چیز سگت سوید در پرده اودو بنوشم یکم دویم وز فقط به آدرسی که شخص به بوزم ده ارولیچ که به نوشم ده لاکه وز بفهممت یو بفهمد اگر مونی چیز وقت شخصیت گیره سوید همو ادا یک دزگا باید ماش ما ویم ادا یک دزگا باید ماش ما تیام ده ماشن یکید ماش پند یک روشن به نور ذات حق ماش از درنگ نور درنگ خداوند ماشرداک چوچ رانمایت درنگ روبراکان و دقت تماش انشاءالله ده تعلیمات خطه ماش از فک قینه نفتیم از فک بلاوین تا نفتیم و آخران وز خواهی کنم ده برای هر یک تمه ده نور در تمام عرصه عالم ماش برادرینت خواهرین روحانی نور نه اینکه در شهر مسکو چند جوام در امریکا خو کانادا خو یست فنا گوشهینت قطعین عالم ماش برادر نور فقط در مهاجرتت فقط این دور از وطنت فقط این درگیلت وز یک و یک تمر بار دیگر در فرجام اگمه صوبت ده طول 1.5 ساعت زیاد اکرود کرمه افیرم با هم صوبت سچودت و فکردت وز تنسیته از درگاه مبارک حضرت مولانا آزرمم طلب کنم
تو خداوند لا که هر یک تمرد خو دیدار با سعادت نصیب کشت. 25 سال در پرودا ماش با دیدار با سعادت و سفری و یک ممروزند ماش دعا که نامده انشاءالله و خود دیدار ماش را نصیب کشتد. لکه یک ازم قینت کزم مشکلات ماش نجات دید. هر روز و دعا، هر روز و فکرت ذکر تک ماش، لکه یو فقط بدر خداوند قبول شد، چون در دنیا از فوق سرعت بلندترین لوین سرعت روشنایی ده یو نالگده سر تیز خیر پل سوی تر زمین همه کزده سرعت بلنده سرعت گمیز دنیا یعنی است یو سرعت ده سرعت دهای ده یا از تو قلبن از تو وجودند با اخلاصت با ایمان یا نالب خداوند ستیز یا از فوق تیز ده وی کاتا اجابت سود و ما مثل دیکید امید ده کم دهایت کم تمنیات هر یک تمر مسکنم یم تا یک میفضو اید ده بزرگ ده ما ده نور با هم تو هم سایدش یک میفند لکه خداوند هر یک تمر تمام مشکل و سون کشت، هر یک تمر برکت دا کشت، هر یک تمر سعادت دا کشت. لکه اقدم ماه مبارک رمضان هم پس سر چود معنی که نسته ده رمضان یه مسوت خود تیار ماش روزه داره 365 روز و هر روز روز خدا، هر مسجد مست خدای و از هر روزت، هر لحظت، هر دقیقه دهاگو یک و یک تمایم خداوند خودست ید الله خو رحمتت برکت نصیب تمکشت زنده وید سلامت وید و هر حضو جماعت ماش که روزه نند یک ده دار درد یک ده کسالر گرفتار تسازش در قویف یک جویا دعا که نامد خداوند ویفر شفای کاملت آجل دا کشت و باقی مانده ارلا که خدای صحتت سلامتی کامل نصیب کشت و لومده های دوست و برادر خدا حافظ باد. هر شام تا هر سحر خدا حافظ باد. امشب شبتان بخیر باد یاران تا دیدن همدیگر خدا حافظ باد. لکه خدای فوق وقت محافظت نگهبان تموید و از قلق بسیار لم هر چاید نور یک پخش مستقیم دیر مقت یک صوبت نکودند تماشای چچود حضور چچود هر یک تمرد تما بهترین گاپه نرد تما دعایه نرد تما بشان سخنه نرد و سر تعظیم فرود کنم و ازار قلق گلم ماش گروی چورکویه نرد ماش ورو فراموزرد یده یک مسوبت در ماشرد دستگیره چچود قلق بسیار درلم یک مسوبت امکان پذیر چچود و انشاءالله صوبت باقی در پناه خدا وید. خداوند نگهبان تمام وید.